در شهر اسفاره با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت آبادانی و سبز و خرمگردانی محیط اطراف و مؤسسه و تشکیلات‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. در آغاز موسم نو معرکه نهالشنانی، راهبران و کارمندان مقامات اجراییه و واحدهای ساختاری آن، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان اشتراک نموده، نهال‌های سایه افکن و همیشه سبز و آرایشی شنانیدند. این اقدام با مقصد اجرای برنامه دولتی اوید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در دایره هدایت و راهنمایی‌های بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به حفظ محیط زیست عملی گردید. ما نیت داریم زیاده از 2000 بیخ نهال‌های سایه افکن و هم آرایشی شنانیم و همزمان در شهر دهات و در جماعت‌های دهات شناندن نهال‌های هم سایه افکن و آرایشی و نهال‌های میوه دهنده با مرام دوام دارد و ما نیت داریم شهرمان را به یک شهر سرسبز و خرم و هم گلزار تبدیل دهیم. در این روز با اشتراک فعالان اهل مهنت کارخانه و مؤسسه، خواجگی‌ها و جماعت شهرک و دهات بیش از 2000 بیخ نهال درختان آرایشی شنانده شد که به شکوه شهر شهامت تازه زم خواهد کرد. ضمن معرکه کبودیزارکنی ابراز گردید که نهالشنانی جزء برنامه‌های آبادانی و سبزگردانی مملکت بوده، چون این اقدام نه تنها به زیبایی شهر و بهبودی محیط زیست مساعدت می‌کند، بلکه فرهنگ نهالشنانی و محبت نسبت به طبیعت را بین اهالی مخصوصا نسل جوان تقویت می‌بخشد. در دایره اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی تقویت تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در شهر اسفاره همه بحر آبادی، بحر پیشرفت، بحر سبزسازی و گلگل شکوفای کشور عزیزمان زحمت کشیده ایستاده و من اطمینان کامل دارم که چنین کارهای بنیادکاری و سازندگی آبادانی در شهر اسفاره با مرام ادامه می‌یابد. با اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در شهر اسفاره تصمیم گرفتند که هر یک ساکن شهر در آبادانی و سبزکاری سهمی ارزنده گذاشته برای بهتر گردانیدن وضع اکولوژی و بلند برداشتن زیبایی این گوشه وطن تلاش نماید.